سلمان خان در مقابل عامر خان. مقایسه 15 تا فیلم اولیه بین این دو هنرمند برتر بالیوود. سلمان خان اولین فیلمش بیوی ہے تو ایسی با بودجه 5 کرور، درآمد 8 کرور، نتیجه فیلم فلاپ. عامر خان اولین فیلمش ای میری همسفر با بودجه 1 کرور و درآمد 5 کرور، نتیجه فیلم سوپر هیت و امتیاز به عامر خان میرسد. دومین فیلم سلمان خان من پیار کیا با بودجه 2 کرور و درآمد 30 کرور، نتیجه کلی فیلم بلاکباستر. و دومین فیلم عامر خان راخ با بودجه 1 کرور، درآمد 1.5 کرور، نتیجه فیلم فلاپ. در این صورت امتیاز به سلمان خان میرسد. سومین فیلم سلمان خان باغی با بودجه 2 کرور، درآمد 5.2 کرور و نتیجه کلی فیلم هیت. و سومین فیلم عامر خان به اسم لاف 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 با بودجه 1.5 کرور، درآمد 2.8 کرور و نتیجه کلی فیلم اوریج و در این صورت امتیاز به سلمان خان میرسد. چهارمین فیلم سلمان خان صنم بی‌وفا با بودجه 25 لک و درآمد 12 کرور، نتیجه کلی فیلم هم سوپر هیت. و چهارمین فیلم عامر خان به اسم اول نمبر با بودجه 1.2 کرور و درآمد 1 کرور، نتیجه کلی فیلم هم دیزاستر و در این صورت امتیاز به سلمان خان میرسد. پنجمین فیلم سلمان خان پتر کی پول با بودجه 2.1 کرور، درآمد 5.8 کرور و نتیجه فیلم هم هیت. و پنجمین فیلم عامر خان تم میری هو با بودجه 2 کرور، درآمد 3 کرور و نتیجه فیلم هم متوسط و یا هم اوریج. در این صورت امتیاز به سلمان خان میرسد. ششمین فیلم سلمان خان به اسم قربان با بودجه 1.7 کرور، درآمد 4.7 کرور، نتیجه فیلم هم هیت. و ششمین فیلم عامر خان به اسم دل با بودجه 2.3 کرور، درآمد 18 کرور و نتیجه فیلم هم بلاکباستر. در این صورت امتیاز به عامر خان میرسد. هفتمین فیلم سلمان خان به اسم لاو که بودجه 2 کرور و درآمد 2 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ. در این زمان هفتمین فیلم عامر خان به اسم دیوانا مجھسا نہیں با بودجه 1 کرور و درآمد 1.2 کرور و نتیجه کلی فیلم هم فلاپ. در این صورت امتیاز باز هم به سلمان خان میرسد. هشتمین فیلم سلمان خان به اسم ساجن با بودجه 4 کرور و درآمد 18 کرور و نتیجه فیلم هم سوپر هیت بود. و عامر خان هشتمین فیلمش به اسم جوانی زنده باد با بودجه 1.2 کرور، درآمد 1.3 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ. در این صورت امتیاز به سلمان خان میرسد. نومین فیلم سلمان خان به اسم سوریا ونشی با بودجه 1.9 کرور و درآمد 2 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ بود. و نومین فیلم عامر خان به اسم افسانه پیار کا با بودجه 2 کرور و درآمد 1.2 کرور، نتیجه فیلم هم دیزاستر. در این صورت امتیاز به سلمان خان میرسد. دهمین فیلم سلمان خان به اسم یک لڑکا ایک لڑکی با بودجه 2 کرور، درآمد 2.4 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ بود. و دهمین فیلم عامر خان به اسم دل ہے کہ مانتا نہیں با بودجه 2.2 کرور و درآمد 5.9 کرور و نتیجه فیلم هم هیت. در این صورت امتیاز به عامر خان میرسد. یازدهمین فیلم سلمان خان به اسم جاگروتی با بودجه 2.8 کرور، درآمد 3.4 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ بود. و یازدهمین فیلم عامر خان به اسم اسی کا نام زندگی با بودجه 2 کرور و درآمد 3 کرور، نتیجه فیلم هم فلاپ بود. در این صورت امتیاز به سلمان خان میرسد. دوازدهمین فیلم سلمان خان به اسم نیسچی با بودجه 1.7 کرور، درآمد 1.4 کرور، نتیجه فیلم هم فلاپ بود. و دوازدهمین فیلم عامر خان به اسم دولت کی جنگ با بودجه 1.2 کرور، درآمد 1 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ بود. در این صورت باز هم امتیاز به سلمان خان میرسد. سیزدهمین فیلم سلمان خان به اسم چندرا مخی با بودجه 2.3 کرور،
درآمد 1.7 کرور و نتیجه فیلم هم دیزاستر بود. و 13مین فیلم عامر خان به اسم جو جیتا وهی سکندر با بودجه 2 کرور، درآمد 6.6 کرور و نتیجه فیلم هم هیت. در این صورت امتیاز عامر خان می رسد. 14مین فیلم سلمان خان به اسم دل تیرا عاشق با بودجه 2 کرور، درآمد 2.9 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ بود. در این زمان 14مین فیلم عامر خان به اسم پرامپرا با بودجه 3 کرور، درآمد 4 کرور و نتیجه فیلم هم فلاپ بود. باز هم در این صورت امتیاز به عامر خان می رسد. 15مین فیلم سلمان خان به اسم انداز اپنا اپنا با بودجه 3 کرور، درآمد 7.5 کرور، نتیجه فیلم هم هیت. و 15مین فیلم عامر خان به اسم هم ہے رہے پیار کی با بودجه 2.5 کرور، درآمد 9.8 کرور، نتیجه فیلم هم سوپر هیت. در این صورت امتیاز به عامر خان می رسد. دوستان عزیز، این بود 15 تا فیلم اولیه سلمان خان و عامر خان. کدام یک از این دو هنرمند برتر بالیوود محبوبیت بیشتر دارد و شما علاقمند کدام یک از این هنرمندان هستید؟ در کامنت بنویسید.